سلام صبح بخیر. ساعت 7 صبح، ساعت 8 و 10 دقیقه پرواز داریم اصلویه بریم سر پروژه. روز اول کاری رو تموم کردیم. کمپ دنا کنار دریا نشستم، نمیتونم از دریا دل بکنم. خیلی جای قشنگیه، هوا هم فوق العاده است. با من الان اصلا گرم نیست، عصریه، باد خنک میوزه و دارم لذت میبرم. جاتون خالی. اینم یه نمای زیبا از غروب عصریه. روز دوم کاریه، بریم نام خودش شروع کنیم که بریم خیلی سریع کار جلو بره دیگه. مشخص میشه چند روز قراره کار بکنیم. برای که وایبریشن رو گذاشتیم باید شبکهش کنیم با پیلسی هیما. داریم کاراش انجام میدیم. یک کم چالش داریم که ایشالا اونم جلو میبریم. اینجا هم پیلسی هیما رو میبینیم، اینجا خود وایبریشن رو میبینیم. اینجا هم یه سیستم گذاشتیم که میخوایم به عنوان حالا وصلش بکنیم. داریم کاراشو جلو میبریم که انشالله زود تموم بشه. پیلسی هیما داره یه سیل 3 هستن. تصمیم توی دنیا تنها پیلسی هایی که تنها برندی که داره سیل 3 یا سیل 4 میزنه، فکر میکنم تنها برندی که داره میزنه هیما هستش که حتی قابلیت نصب سکوهای نفتی رو هم دارن. اینم کارتاش هستن و اینم 2 تا سی پی یو هستش که با هم به صورت ریداندانسی قرار گرفتن. تو فیلدهای انفجاری حتما باید بریر برای ارسال سیگنال و دریافت سیگنال استفاده بکنید که همونطور که مشاهده می‌فرمایید برای سیگنال های جریانی، ولتاژی و حتی سیگنال های در حد یعنی سیگنال های فرکانس بالا که برای وایبریشن هم استفاده میشن باید بریر استفاده بشه برای ارسال و دریافت سیگنال ها. اینجا یه مستر دارم، اینجا یه اسلیو دارم و میخوام مطمئن بشم که مستر اسلیو هم از طریق مادباس آرکیو با هم ارتباط دارن. ولی خب چون عدد اونجا نمیبینم هر روز رجیسترها رو نگرفتم. یه ماژول گذاشتم که اینجا برای من همه کدایی که ارسال میشه رو در بیاره. میبینید که یعنی برامون تمام کدهایی که بین این دوتا برقرار میشه فرستاده دریافت میشه رو نشون میده، کد هگزش رو. از صبح به کوب تا الان داریم کار میکنیم. خیلی از این مغز کار گرفتیم و انرژی میگیره، واقعا خیلی خسته شدیم. البته کارا خوب جلو رفت، انشالله بقیه کارم بمونه و فردا ببینیم فردا چی کار میکنیم. اومدیم حیات پالایشگاه. اینجا این سگای قشنگ رو ببینیم چقدر قشنگه. کفشامو عوض کردم، کفش ایمنی پام کردم که کفش دیگه باید عایق باشن نسبت به زمین که اتفاقی اگه افتاد حداقل برق ما رو نگیره. سلام و صبح بخیر. روز 4 کاریه، میخوایم بریم سمت فیلد. یه نما هم از سمت دریا و فلرها رو مشاهده میفرمایید که ارتفاعشون هم رفته بالا. اینم یه نما از دریای زیبا. اونور که شعله های آتیش رو میبینید، اونورم کشتی ها رو اگه زوم کنم ببینید یه فوکوس بشه روش. کشتی ها تو فاصله از
دریا میمونن که چون نمیتونن نزدیکتر بشن ساحل، انقدر عمق نداره که بتونن بیان. روز 5 پروژه است، داریم میریم که انشالله امروز کاریش بکنیم چون به نتایجی رسیدیم. در خدمت جوون خوش تیپ جنوبی، مهندسم پشت نشسته. دمت گرم مهندس. دستگاه رو وصل کردیم، مبدل‌های مختلف رو که برای ارتباط موازی سریال که مادباس RTU TCP داریم فعلا. هوا امروز یکم شرجیه چون باد نمیوزه، رطوبت هوا مونده، فکر کنم امروز گرمتر بشه. ماشینی که ما داریم کار میکنیم این موتوری هستش که وصل میشه به یک بلوئر و میچرخوندش که ما میاریم لرزش و دماش رو میاریم تو کارتای حفاظتی و به قولی ازشون حفاظت میکنیم. شب 5 پروژه است، با مهندس داریم قدم میزنیم. مثل شبای قبل ده دست مهندس رو دارم تو بیلیارد میبرم دیگه، حریف میطلبیم دیگه. مهندس برو تمرین کن. ما بلدیم آقا، ما بلدیم. شایعه پراکنی میوازی کاش کی دیده اینو. ویدیو میگرفتم، مدرک میگرفتم ببین چند دست باخته. الان ما عرض ادب تو روز 6 پروژه هستیم. امروز روز خوبی بود، اطلاعات رو دیدیم. چالشی که ما داشتیم این بود که نوع دیتای قدیمی که به PLC مستر هیما ارسال میشد اینتیجر بود و دیوایس جدید فقط فلوتینگ پوینت میداد. ما اومدیم چون چالش اینه که خیلی سخت تغییرات داده میشه توی فیلد، باید مجوز گرفته بشه، یعنی توی برنامه PLC تمام تلاشمون این بود که به PLC دست نزنیم، ولی خب مشکل داشتیم. چرا؟ چون شبکه برقرار میشد، اطلاعات می اومدن، چون نوع دیتاها با هم یکی نبود اطلاعات درستی دیده نمیشد که خدا رو شکر بعد از چند روز تلاش این مشکل رو هم حل کردیم و امروز دیتا رو عیناً دیدیم. روز 7 کاریه، ما تقریباً به نتیجه رسیدیم ولی یک کم چالش جدید برامون پیش اومد که داریم روش کار میکنیم. الان اومدم تو ساحل، دارم توی ماسه ها پاهامو میزنم و دارم لذت میبرم. فیلمه یا عکسه؟ اول مشخص به نظر چیه؟ به نظر چیه؟ من چه میدونم چی کار داری میکنی اونجا؟ فیلمتو خراب کن. خب امروز هم تموم شد ولی کار ما تموم نشد. روز چندمه؟ ببینم روز 8مه. روز 8مه. آره بسته شدیم دیگه. آقا اینم عصبیه، نشون بده. بیا اینم آتیشا رو نشون بدیم. ببین اینجا چقدر دود داره. ما هر روز این دودا رو میایم نگاه میکنیم. فقط نگاه نمی‌کنیم، ما میخوریمش. استنشاق هم می‌کنیم. رگ‌های جدید امرسون رو جایگزین این رگ‌های قدیمی کردیم و تریپ ها که به صورت لاجیکی و مستقیم صادر میشن از این طریق، ولی خب دیتا میاد توی این PLC برند هیما هستش از طریق شبکه مادباس RTU در بستر RS485 که اینجا هم مقادیر مختلف رو مشاهده می‌فرمایید. یه سری دماها روی این سیستم حفاظتی هستش و یه سری هم لرزش‌های مختلف که لرزش‌های X و Y رو می‌بینید، اکسیال پوزیشن ها رو می‌بینید، اسپید رو می‌بینید که الان ماشین استاپ هستش، اسپید صفر، لرزش پوسته رو می‌بینید و چند تا دمای دیگه. سلام و صد درود. روز 10 پروژه است، بالاخره پروژه به اتمام رسید. ما رگ‌های جدید امرسون رو گذاشتیم، سیستم‌های اندازه‌گیری لرزش و اسپید و دما رو براشون اساین کردیم، لینکشون کردیم با PLC هیما از طریق پروتکل‌های مادباس. پروتکل مادباس با این ارتباط برقرار میکنه و اعداد رو اینجا مشاهده میکنید. تشریف بیارین. در نهایت اعداد رو اینجا مشاهده میکنیم، دما رو میبینید، دماهای مختلف و لرزش های مختلف. الان دستگاه استاپ هستش و یکم اعداد پایینن. خب دیگه قرار هم ببندیم و
بریم سراغ کار زندگیمون. از خیلی خسته بودم، گرفتم خوابیدم، پا شدم دیدم شب شده. خدا رو شکر یکی از پروژه‌مون تموم شد و فردا پروژه دومی که قرار بود انجام بدیم رو استارت میزنیم. امیدوارم اونم زود تموم بشه و برگردیم تهران. پروژه دومی هم تموم شد دیگه، بریم وسایلمون رو خروج بزنیم و بریم کمپ. فردا پرواز داریم به سمت تهران. فرودگاهیمو منتظر هواپیما دارم بسته‌بندی کردیم، آماده است دیگه. 12 روز طول کشید، بعد 12 روز دیگه داریم می‌رسیم. خسته نباشید. ممنونم از همکاری شما، همراهی شما، ممنونم تو همه لحظه‌ها. ایشالله تو پروژه‌های جدید، تجربیات جدیدتر ایشالله دیگه سری بعد بیری آدم یاد بگیریم نبازی همش. من یه بار بردم البته. یه بار برد. بالاخره خوبه دیگه. خسته نباشید.